سلام به روی ماهتون عزیزای دلم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. شما در حال تماشای اولین ویدیوی آموزشی من تو چنل یوتیوبم هستین. من مبینا و بهتون یاد میدم که چطوری توی خونه اکسسوری عروس بسازید. برای ساختن این نقاب عربی جذاب به این وسایلی که میخوام بهتون بگم احتیاج دارید. 40 سانت زنجیر کارتیر درشت لازم داریم که به 2 تا تیکه 20 سانتی تقسیمش کردم. یه دونه تیکه 5 سانتی سایز متوسط و 7 تا تیکه 15 سانتی زنجیر آلومینیومی که هم میتونید تعدادش رو بیشتر بکنید هم میتونید قدش رو بلندتر بکنید. برای آویزهای نقاب از زنجیر آلومینیومی استفاده میکنیم که سبکتر هستش. به این نوار یراقای پهنای 2 سانت احتیاج داریم که به اندازه دور تا دور سرمون برش میدیم، البته 1 سانت کمتر. بعد از اون احتیاج به 2 تا سایز مختلف حلقه اتصال داریم، قفل توتی و سکه فلزی. یراقم رو برداشتم با استفاده از چسب حرارتی و نمد قسمت اول و آخرش رو اینجوری کاور کردم و با هویه توی هر سمت 2 تا سوراخ ایجاد کردم. حالا وسط نوارم رو دقیقاً بچه‌ها پیدا میکنم و یه دونه حلقه اتصال میندازم داخلش. بعد اون زنجیرمون که 5 سانتی بود رو برمیداریم و اینجوری میندازیم داخل حلقه اتصالمون. حالا با استفاده از انبردست حلقه رو میبندیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم حالا اون زنجیر درشترمون رو میاریم و مجدداً با حلقه اتصال وصل میکنیم. از این زنجیر تا اون سمتی که فاصله دادیم بهتره حدود 16 سانت باشه. اینجوری خوشگل‌تر روی صورتمون وای میسته. حالا حلقه اتصالم رو برمیدارم میندازم داخل اون زنجیر 5 سانتی و میبندم و دوباره یه دونه حلقه اتصال دیگه میندازم داخل اون حلقه اتصال قبلیه که الان بستمش و اینجوری زنجیر رو بهش وصل میکنم. بعد از اینکه این کارو کردین دوباره با انبردست ببندین و حالا اون یکی سمت کارمون رو هم با استفاده از حلقه اتصال به همین صورت که میبینید دوباره وصل میکنم به یراقم به فاصله 16 سانت از وسط کارم. خب حالا که این کار رو هم انجام دادین بیایید بریم برای مراحل بعدی. خب دخترها ببینید بعد از اینکه حلقه اتصال رو بستم اون یکی سمت رو هم دقیقاً به همین صورت زنجیرش رو با همین فاصله‌ای که این سمت بود وصل می‌کنم. دقت بکنید که برای این یکی سمت هم دقیقاً حلقه اتصال رو انداختم به همون حلقه اتصال وسطی. حالا دوباره حلقه اتصال برمی‌دارم با استفاده از زنجیر آلومینیومی آویزهای کارم رو بچه‌ها روی کار نصب می‌کنم. یه دونه رو وسط کار میزنم 3 تا سمت راست 3 تا سمت چپ. زنجیر وسطی بهتره یه کوچولو طولش بلندتر باشه برای اینکه وقتی روی صورت نقابمون قرار میگیره سطح زنجیرهایی که آویز هستش یکسان باشه. ببینید بچه حلقه اتصال رو انداختم. حالا زنجیرها رو اینجوری میندازم داخلش و میبندم. بعد از اینکه این زنجیرها رو هم بستیم و همش رو کامل انداختیم بیایید بریم که مراحل بعدی رو انجام بدیم. یه دونه وسط میندازم 3 تا راست 3 تا چپ. خب دختره ببینید زنجیرها رو آویز کردم طولشون هم یکسان هستش. بعد حالا با اون حلقه اتصالای کوچیکمون و این سکه ها قسمت بالایی کار رو تزیین میکنم. حلقه اتصال رو میندازم سکه رو میندازم داخلش و میبندم. کاملا سلیقه‌ای هست که تعداد سکه هاتون چند تا باشه. به فاصله های یکسان بچه ها سکه ها رو نصب کردم. حالا واسه قسمت آخر کارمون کافیه که یک سمت رو از اون سوراخ‌هایی که ایجاد کرده بودیم با هویه حلقه اتصال بندازیم. اون یکی سمت رو حلقه اتصال و قفل توتی که بسته بشه پشت سرمون. برای این 1 سانت بچه‌ها کوچیک‌تر یراق رو برش دادم که کاملا نقابمون روی سرمون فیکس بشه و شل نباشه و نیافته. خب دخترا اینم از نتیجه نهایی کار جذابمون. خودم که خیلی دوستش دارم. شما چطور؟ شما دوستش دارید؟ تو کامنت ها بهم بگید.